درود به عزیزان دل. بریم سراغ آپدیت بیت کوین و طلا. خب تو آپدیت قبلی بررسی کردیم حرکت به سمت پایین نوسانی میاد پایین تا حالا به این حدود برسه. اگر برگشت داد اینگالف نکرد که دیگه میریم بالاتر، اگر نه که هی رنج میزنه تا بعد بخواد به اون تارگت بالا برسه. در نهایت باید برسه. خب بعد برای اینکه توی تایم فریم پایینتر نواحی رنگی رو مشخص کنیم اومدیم توضیح دادیم که قیمت قراره به این صورت حرکت کنه. حالا اگه یه زمانی شما دیدی که توضیح دادم که قبل از رسیدن به این ناحیه سبز اولی اینجا ما واکنش داشتیم، پس این سبز واکنش نمیده، سبز بعدی واکنش میده که این اتفاق الان افتاد. واکنش کمی بود، یعنی در واقع تارگت یک رو به ما داد، ولی این نبود که بخواد سقف جدیدی رو به ما بده. پس مجددا قیمت میاد از ناحیه بعدی که این بیخ سفارشات این یه تیکه‌ای هستش که قبلا در موردش صحبت کردیم، بالایی خودش رو میده. خب الان چی میشه؟ خیلی ساده، اگه دقت کنی یه سطح جعلی داشتیم، سطح جعلی هاند کرد و برگشت داده و الان باید ببینیم که این شادو به کجا خورده. همین که نگاه کنی متوجه میشی، اصلا چیز سختی هم نیست. یه گره 1 و 2 داریم، دهانش کار میکنه، السش کار میکنه و در نهایت وقتی شکسته بشه بالای گره 1 رو میزنه که بالای گره 1 میشه اینجا. حالا اینجا خودش از لحاظ فراکتال تایم در واقع بالاترش، حالا تو همون 15 دقیقه میشه مشخصش کرد، ولی از لحاظ فراکتال تایم بالاترش یه چیز هولوش در واقع ناحیه زرد و قرمزی که حالا ما اینجا میبینیم به این صورت داره ساپورت میشه. پس نشان دهنده اینه که مقاومت بعدی بعد از شکست این گره دوم میشه اینجا، که در صورتی که اینو رد کنه که خب تارگت بالاتر نکنه، دوباره اصلاح به سمت پایین. حالا این دفعه کجا واکنش میده؟ باریکلا بیخ ناحیه قرمز که احتمالاً اینگالف کنه، برگشت بزنه و در نهایت همونی که گفتیم بشه، همینجا برگشت داشته باشه به سمت بالا. پس اینو مد نظر داشته باشین. حالا پیوته اسکلپیشه، اسکلپ کردن هم تو این روزا واقعا خیلی ریسک بالایی داره. من نمیدونم شما حسش کردین یا نه. دیروز حول و حوش ساعت 8 الی 8 صبح الی ساعت فکر کنم 4 و 5 بعد از ظهر بود، چندین بار فیلتر شکنا قطع شده. نه اینکه مثلا فکر کنی فیلتر شکن من فقط قطع شده. من از دوستا و آشنا و اینا هم پرسیدم، من هم گفتن آره مال ما فیلتر شکنامون قطع شد برای چند لحظه، نه اینکه مثلا دائمی. هیچ فیلتر شکنی کار نمیکرد. حالا نمیدونم تست جدیده دارن چی کار میکنن، ولی مسلما در روزهای آینده فیلترینگ قوی تری رو شاهد خواهیم بود که حتی اون فیلتر شکنای پولی هم کار نکنه تو مجبور شی مثلا یه روش دیگه استفاده کنی. کاری به این داستانا ندارم، ولی کلا دارم میگم جدا از اینکه فیلتر شکنا کار نمیکنن، جدا از اینکه اینترنت قطعی داره، شرایط داخلی کشور ما هم جوری نیستش که الان بتونیم اسکلپ درست درمونی داشته باشیم، یعنی خیالمون راحت باشه که آقا اینترنت قطع نمیشه. این داستان ها هست چون تو ایرانی باید در رابطه با این موضوعات صحبت کنیم، وگرنه فقط جز ما افغانستان و پاکستان فکر کنم اینجوری هم دیگه، با اشتباه نکنم تاجیکستان که نه، حالا یادم نیست، 4-5 تا کشور اینجوری هن که اینترنت رو قطع میکنن، وگرنه یه حق مسلمه هر کسی، مثل آبه، مثل برقه، مثل گازه، نباید قطع بشه. البته وقتی برق قطع میشه دیگه حالا ما داریم در رابطه با چی صحبت میکنیم، ولکن. چیزی که هست توضیح دادم دیگه. الان اصلاح بعد حرکت به سمت بالا، میتونه اینجا رو بزنه، سل بعدی رو بزنه، ولی میگم نکن دیگه، حالا میل خودت.
یه داستانی بودش که داشتیم در رابطه با طلا هم خدمت عزیزان عرض کردم تا این ناحیه زرد بایستی بیاد اینگالف کنه یا نکنه هیچ فرقی نداره، در نهایت کار میکنه و بعد میتونه بشکنه در صورت اینکه اون ناحیه اصلی رو بزنه. ناحیه اصلی هم اینجاست، میبینی این قرمز بالاش نوشته 4180 اینه. اگه اینو بزنه میتونه دوباره همون کار رو انجام بده، یعنی دوباره بیاد به این صورت اصلاح کنه، دوباره برگرده، دوباره به همین صورت هی لفتش بده تا در نهایت اون چیزی که گفتیم اتفاق بیفته، یا این زرده این گالف بشه یا این زرده پایین این گالف بشه. به صورت ساده بخوام توضیح بدم که مطمئنم خودت هم استادی و بلدی، اینه که اون زردی که کف مثلث رو گرفته و اون زردی که سقف مثلث رو گرفته هر کدوم شکسته بشه برگشت خودش و ادامه داستان رو سمت اون اینگالف ناحیه زردی داریم که داریم در روتش صحبت میکنیم. حالا توی این مورد احتمالاً توی کف باشه و حرکت در نهایت به سمت پایین باشه و یه چنین چیزی رو ما ببینیم. البته من اینجا رو براش در نظر دارم، یعنی 4484 از اونجا اصلاح سنگین بکنه تا اونجا هم بخواد برسه. اگه اینجوری بخواد پیش بره یه تایم زیادی میبره تا این اتفاقات بیفته. برای پوزیشن لانگوسل هم میشه بعداً در رابطش صحبت کرد. فعلا فکر کنم خیلی زود باشه چون تو تایم 4 ساعته یکم زود ما بخوایم این نوایی رسم کنیم. ولی چیزی که هست قبلا خدمت عزیزان توضیح دادم که این حمایت ها کجا. در حال حاضر یه حمایت خوبم ما اینجا داریم که فکر کنم برای تایم 15 دقیقه باشه اگه اشتباه نکنم. ببینم توی تایم فریم 15 دقیقه بله همینه. بهترین نقطه‌ای که میتونی لانگ بزنی اینجاست. حالا دلیل داره، دلیلش هم میگم علاوه RTM'i که دوستان در جریان باشه. ببین کلن ساده بخوام بگم اینجا ما یه دونه FDR داریم. این FDR یه دهانه داره. خب این دهانه‌ای که باید کار کنه. حالا از طرفی اینور دوباره گره 1 داریم، گره 2 داریم، باز خود این هم دهانه داره، یعنی با 2 دلیل میتونیم بگیم اینجا کار میکنه. پس این ناحیه سبزی که مشخص کردیم قراره که کار کنه و حالا نواحی رنگی زیرش هم با تفکیک فکر کنم به این صورت باشه. بذارنم نه اینجوریه. این میشه ناحیه زرد رنگ، اینجا قرمز و این هم سفید. سبز کار میکنه دیگه، درسته؟ الان با هم بررسی کردیم. بعد بیاد پایین دیگه سفید کار نمیکنه، قرمز قراره کار کنه که سفارشات کمی توش هست، به خاطر همین من زرد رو پیشنهاد میکنم. پس 2 تا پیوت هستن که کار میکنن، یکی ناحیه سبز و یکی هم ناحیه زرد. این 2 تا حمایت خوبی هستن که میتونیم داشته باشیمش. اینم پیوت های در واقع اسکالپی تو تایم فریم 15 دقیقه مثل همین تایم فریم های قبلی که توضیح دادم خدمتتون عرض کردم دیگه، مورد خاصی نمیمونه. و در رابطه با نفت برنت هم خدمت عزیزان توضیح دادم به بالای $89 که برسه، که اون موقعی هم که حالا آپدیتش اگه تشریف ببری ببینی اینجا بود برات توضیح دادم. الان ما 22 جولاییم، 2 روز پیش من توضیح دادم این دقیقا به اون ناحیه سبزی که گفتم رسید، ولی چیزی که من انتظار دارم اینه که بالای این عدد رو بزنه و بریزه. هر وقت بالای این عدد رو زد و اصلاحش رو انجام داد اون وقت جنگا یکم شل میشه. پس من الان انتظار دارم در طی روزهای آینده
کم کم ببینیم که حملات آمریکا کمتر میشه. اگر حملات بیشتر بشه این پامپای بیشتری میکنه. خب حالا تا کجا پامپ میکنه؟ این نکته‌ایه که باید بدونیم. تا کجا؟ تا این ناحیه زرد، تهش این ناحیه زردی که اینجا میبینی. یعنی آمریکا خیلی فشار بیاره به ایران و خاورمیانه و هر جا، تهش قیمت تا اینجا میرسونه، بعد کم کم شل میکنه تا قیمت اصلاح کنه و بعد دوباره حرکت به سمت بالا. این اتفاق بایستی بیفته و الان هم روی مقاومته. در حال حاضر همین الان روی مقاومته. قبلا توضیح دادم که اول این ناحیه سبز شکسته میشه و کار میکنه. آی نیکو خوی تو گفتی سبز کار میکنه و الان اینجا فورکست کردی سبز شکسته میشه و کار میکنه، یعنی از قرمز میریزه. آره عزیزم، علتش اینه که اگه دقت کنی ناحیه سبز نقطه برگشته. این نقطه برگشت کار بکنه معمولاً بهت کف جدیدتر از کفهای قبلی رو میده. اوکی، خب حالا من میگم اگر قرار باشه که روند صعودی باشه و یه روند پرقدرت رو داشته باشیم، باید ببینیم که قیمت بیاد این ناحیه سبزه رو بشکونه. اگه اینو بشکونه بیاد تو قرمز اصلاح کنه، اون وقت داستانی که به وجود میاد اینه که یک روند پایدار نزولی داریم، اما در نهایت چون این جای مهمی که این ناحیه سبزه هست اینگالف شده، بعدا قیمت اصلاح میکنه و این روندی که ریخته رو دوباره برمیگرده به سمت بالا و در نهایت به اون بیخ سفارشات میخوره، اصلاح و حرکت به سمت بالا. این داستان کلیش. توی آپدیت نفتم پس مورد خاصی نیست که خدمت عزیزان عرض نکرده باشم. فقط الان واضح تر دوباره مثالای این آپدیت رو با هم زدیم. اون حمایت ها رو خدمت درس کردم. در رابطه با WTI هم نگاه کن، اینجا برات علنا رسمش کردم. نگاه کن، گفتم اینجا اینجوری میریزه، ایناش اینجا ریخت، بعد گفتم برمیگرده بالا، الان داره برمیگرده بالا. این ناحیه زرد میشه مقاومتش. احتمالاً وقتی این بیاد بالا نرسیده به اینجا، نگاه کن به این زرده، تو این حدود ما مقاومت بشیم، اصلاح کنه و بعد بره اهداف بالاتر رو ببینه. ولی چیزی که هست اینو اینگالف کنه دیگه، اون ATH رو میزنه. و یه چیز دیگه هم که شما میدونی اینه که مثلث ها پایینش هانت میشه، بالاش هانت میشه، نوکش هم همیشه واکنش داره. یعنی چی؟ توضیح دادم. هر جا سوتوی جدی در هر دو طرف ساختارش مشخص بود، اگه مثلا به پایین شکست، خب برگشت به خودش که داره، این که هیچ، یعنی تو یه 7 اینجا میبینی، بعد به نوکش که میرسه واکنش رو میگیری. حالا یا کف جدید میده یا نمیده، اونو باز میفهمیم بر اساس اینگالف یا عدم اینگالفی که اینجا داره. اگه اینگالف باشه خب برمیگرده و میاد بالاتر، یه 8 این بالا میبینی به این صورت اگه اینگالف باشه. اگه اینگالف نباشه شارپ همینجا میریزه تا روزگاری بیاد این بالا رو بزنه بریزه، بعد مثلا یا بره بالاتر یا بریزه. این ساختار مثلثات اینه و دیدی مثلا تکنیکالیست میان تریدش میکنن ضرر میکنن چون این چیزا رو نمیدونن. شما که میدونی باید حواست به این نکات باشه. امیدوارم از این آپدیت هم لذت برده باشین. فعلا یا